سوپرمن فندک داری؟ نه ولی با چشام روشنش دست میکنم. در نکنه. خدا بعد نده اسپایدرمن دست چی شده درگیر شدی باز؟ نه بابا افتاده بودم دنبال یه مجرم، تار زدم به این ساختمونه مسکن مهر که برم بالا سرش، کل ساختمون ریخت رو دستم. بابا من که کلا این کارو گذاشتم کنار، دنبال هر مجرمی که میافتم فقط 3 ساعت تو ترافیکم. تو که ماشینت خیلی مجهز بوده، کارایی میتونستی بکنی. بابا کجای کارید؟ اون سری رفتم نونوایی، برگشتم دیدم ماشینمو با قفرنوش دزدیدن بردن. الان با مترو میرم اینور اونور دیگه. حالا بدون ماشین داری چیکار میکنی؟ فعلا 3 ماه این کویک ثبت نامیو نوشتم، منتظرم اسمم در بیاد. ان شاءالله در میاد داداش. سوپرمن اشغال تو میکنی ها، راحت پرواز میکنی، نه ترافیکی داری نه ماشین نیاز داری. آقا تو هم دلت خوشه، چی میگی؟ تو این آلودگی هوا دیگه اصلا من ریه‌هام سوخته نمیشه پرواز کرد دیگه تو این آلودگی. البته این بنده خودم راست میگه، برد این پسر زرنگی هری پاتر کرد. بابا این جادو جنبل برات بود دیگه، الان زده تو کار دونویسی، بیا ببین چقدر مشتری داره. پشما، حالا شما سفید برفیو ندیدید که یه سالن زیبایی زده، بعد بیا زندگیشو ببینی. نه بابا بیا پیجشو واسم بزن. چه گوشیه؟ داداش گوشیمم تو مترو زدن دیگه. والا اینا پیجش اینه. سفید برفی خوب است. اینا دیگه برونز کرده. عجب. حاجی راستی چه خبر این پسر سوباسه همکلاسیمون؟ فوتبالش خوب بود، فوتبالیست شد؟ تو خبر نه بابا اون بدبختم رفت خدمت سیگاری شد کلا گذاشت کنار. حیف شد این بچه. بچه‌م هالک نیست داره رد میشه؟ آره خودشه، این هیکلش خیلی خوب بود، چرا انقدر لاغر شده؟ آره. بابا به این بنده خودم مکمل فیک انداختن دیگه، بدنش خوابیده. بنده خدا رو ببینا. آقا روشن کنم بریم قهوه خونه، خیلی اصلا خورد شد. آره آقا بریم دیگه، تفریحی نداریم که. روشن کن بریم. برو آقا برو.